براستی و هوا هاتنا آوراش رخشنگاره و دور برد عراق همیه بشکل عام راشا کرکارا برف آقارکی ندیاری بری یعنی براستی چکو نکه افریقا افتنا دو ماهی که حکمت هریمت گل الحکمت عراقه بو زفراندن آوارد شنگاره بو سرمال حالتوانا طبعا اوه درفتکا گلکا باشه که درفتت کاری پتر لبین و باشتر لبید و روشا کری کاری مبشیوه که گشتی باشتر لبید چونکی پیش بینید کن هکی افریقا افتنا ساده بیت عجیبه جی کرن احتمالات هین 15,000 درفتت کاری چه بین بو گنجید ما راستی جی اف کری کارت نکه کارت کن لوید آواره کریه که گلکا کم کارت کن کری کارت مجی اف اشکالا های که نشن آست پیتوی دا بجیوی جیان خود دا بین که بی پاره پیتوی یعنی اوینی که بوده تا خرج کردن و کو کری کارش بر هنده افریقا هفتن دیگه لکا باش بود بس راستی یعنی مروف حقیقت وجد لاین سیاسی جی ام و کو کتیا کری کار و کی کری کار بشه کی گشتی به بار نبوینش تاثیرات توی سرما و کو کتیا کری کار و دفاع کردنش بر جوان دوان چکونی که افریقا هفتن عراق و هرما کردستان بربست تا که بربست سرکی پککیا یک تاثیر المت که چکو احتمال بهش سیاست پیوندی و گل شولیده چه بود بس چه که راستا خواه ما فی اشکالا های پکیکن کرگرت راستا جبه جکرن و ور کفتنه دا اگر هاتو افریقا کفتنه هاتا جبه جکرن ما پلانت باشه تا این پتر در فتت کاری هبن و راستی جی ما هندک پروژه دیه تنجی مل بره ما تنسیقا کرید گل حواله که باشه زیرک تقدیم پیمانگه هکی آکیری که هندک کادر شولی تعداد و پیمانگه دا تخرج کرد که صباحی اف کادر شولی برهف ببد بو شول کرنت همی سکترت شولیت یت کار کرنه دا نه صباحی بچین هفجه بین عامله که اشترکی بینین یاش بنگلادش بیت الوری موی شولی بکرد اف پیمانگه هدی گلک فایده مکد بود تخرج کردن وان کادرها که اف کادر جدر کبد کادر شولی برهف کری شینا تو یکی بینی امکانیات گلکت مازنش ترکی دولت جیران من برم راستا و پیمانگه دا ام وی کادری تخرج کنو تشتکی باجه در که تو بشید خدمت آوی ملتی بکن و در فتت کاریج طبعا ده اکید پترلین همجی حسکین وکی دولت جیران وکی خلق کی ببیند هر مکان مؤسساتی مجی کری کار دابین کری همی کری کار نبینه دابین کرن چکو پراستی ما پروژه کی هی کو کینت گوهت همی کری کار دا کو دابین کرنه چه مفاتی ده های کو خود دابین کن و زختل خودانه شول خواب کن کو اف کری کار بیت دابین کرن اول پروژه ما ام روشن بیر کرنا کری کاری دست بکن پروژه کی برفره ما گل رک خراب سولیداریتی یا هوارهاتنا نرویجی متا تنسیق کاکیری کو ام برنامه که روشنبیر کرنا کاری دست بکن کو زختل خدا نشول خواب کد بشت من دابین کن با هند صبح هر اشکال که بود چه بد کو پتریا وی کاری بت دابین کن راستی مرو بجد سرجم وان کارت کو کارت کنه که پارزگی ها دهو که اشیم بجمت احتمال هفته پیش حتی 8 ساعت دابین کری نینن 45 ساعت تقریبا دیف و آمارا و عفو دیف استبیانا رخرا و آشتی و آزادی کری که سر مجموعه که شرکات اوه کارت کن دیف حسب استبیانا وانا بیان کرنا وان آمارت اوانا بلاف کری که 45 ساعت خلق گیره به اصلا ند گیره بست کری نه یعنی تساکه 5 ساعت خلق نگیره بس کری بد 5 ساعت راستی رجاکا گلک آمازنه یعنی پتریا اول شریکا شول کن کادر شولی 5 ساعت نت دابین کری نت گیره بس کری نه یا تصور که پاده چند ساعت دابین کری نه بن یعنی تقریبا دیف حسابات توانا 8 ساعت نت دابین کری نه یعنی راستی 8 ساعت رجاکا ماترسی دارش بر هندجی مدوید ام وی برنامه روشن بیر کرنا کاری بگهین ند گوهت همی کارا دا کو خدا بین کن و زختل خدا نشول خواب کن کو به ندا بین کرن بو هنده کو حق وان المستقبل نه اتخوره
ابخو پروژه آسایک بری 6 هیوه هر دست بکار بون ما پروژه آسایک تقدیم کرد بو خانه نشین کرنا و دسته برکرنا کمالاتی ها کره کاران بس پروژه پیشنیار کراوه پروژه یه همی قناقت خود صحی دا بوری حتی گهشت یا بر دست نکرد بر دست دکترا والای حکود بن وزیر هرم بو کاربارت پارلمانی و حکمت اف پروژه یه پروژه که گیشگیره و گله که پروژه که آست برزد راستی یعنی دماهی قناقا پروژه جی 6 حاکم تدا بجدار ببونش هر سپارزگاه هرما کردستانه دوکو حوله رو سلیمانی روه برای گشتی بودجه حاضر ببود نره جناب سروکی هرمه نره جناب سروکی حکمت حکود بجن وزارت کار اوام متعلق بشولی و همین بکاتت خوبه دوی پروژه دا سرینش بوی نخوره دما هیچ مرحله پروژه می طابع کریه باده که پیشنیار کرا بو حکمت کبدن پارلمانی ببتا پروژه سایک بو هرما کردستان تایبت بو خانه نشین کرنا کری کاری طبعا اوه یاسا گلک ورده کاری دوی آسای دا هین همچه هندک نمونه جه که وقتا بتن بجین هندک نمونه باشد وی پروژه دا هین یعنی اف پروژه ده گلک مشاکلت کری کاری حرکت شیوه که گشتی که چه تشته اجبار کردن این براستی بس ما قال دزگه معنی بشولی اف رهبریت متعلق کاری کریکاریه و اما کو سندیکا دفاع کردنش بر جوان و مافو و بر همه کریکاری ما صحبت سرف شولی کری کو ام محاوله کی برای حکمت باج سروان کریکار و وان کمپانیت بیانی باج سروان بهت زیاده کردن بو هنده مثلا دهاتی کو اف باجا سر کمپانی تزیده کردن که پتر اعتماد بتا سر کار نافخوی اوه گلکا مهمه چون حال الحاضر کار ما مثلا اوه داخلی وی پاره وی بجویا وی پره ناچت یعنی جیانا ویش برهنده ما محاوله که باج سروان زیده بپره غیر مباشر یعنی طبعا گل حکمته که هک باج سرها تزیده کردن اتوماتیکی تدویت نوید ده پتر پیتایدیت شتیناف خویی یا خمالی و راستیش یه برنامه که یه ما بو پاشه روژا هرما کردستان و اکتیا کرکارا کتشت ام پیتای بدینه بر همه خوی ناف خوی ما پروژه که دیش که سر ما ده های یعنی هم بحث سرکیری جی بس راستی هندک جارا هندک بربستت هین که رکینا دنه ما ام پروژه خواه تمام کن بس ایک شوانا ما پروژه های همی ببتا سیستم بانکی مثلا که کار راتب خواه یعنی هم روزه نشین پنده و بین اوی کاری مستثمری حقیقی نداره و اوی حقیقی هاتا خورن و اوی نظام عاملی که پارتوی ندانه یعنی بابت همی بوم اشکالت روزانه نه یعنی اول حکبت سیستم بانکی حرکت تداول و شولیش ده پتر لید یعنی مثلا کار ده شول که ده پاره خواه مستثمر ده رکا بانک پاره و صرف که تو یک پاره تامینه یا دیجی یعنی چی اشکال بود چه ناب سروان مثلا افریقا پاره ندان صباحی یعنی اف پروژه ایت سر مداب راستی یا دیجی هندک پروژه بین ما تفکیر های کو بنیاد تحتی بو اکتیا کریکارا بو کریکاری بده دانان یعنی هم روزانه وان مثلا و بیتن ملل بو مچه بو یعنی هر کریکارک بیت مثلا بهشته و اشکال نه ما ویت این نمونه مثلا ما ماستری پروژه که نشته جبونی هبت کو کریکار جه مستفید بد بو هنده یعنی سعره که کمت وی اکانشته جبونی دابد و مثلا
بشت يعني بجوية جياني خواب تشتي دي أبيت مينت دابين كتو أفش قاجت مستقبلا بو مينتو برام بر كريا كيمو ووقتا كي زيادتر يعني وجلك مهمة كو تداول الشولي هدي هو صادق باشتر بد